جناب فرماندار، شهرستان ایرانشهر ظرفیت‌های بزرگی داره. در ابتدا خود شهرستان ایرانشهر رو معرفی بکنید. در واقع چقدر روستا داره، چقدر جمعیت داره، شورا دهیاری و یه سیمای عمومی از شهرستان ایرانشهر بدید. واقعا به جرات میتونم بگم که یکی از موقعیت‌های منحصر به فرد شهرستان ایرانشهر موقعیت و وضعیت جغرافیایی ایرانشهر. میتونیم بگیم که مرکز و ثقل جغرافیایی استان سیستان و بلوچستان هست که نقش محوری و مرکزی رو داره ایفا میکنه از حیث موقعیت جغرافیایی طبق فرمایش رهبر حکیم انقلاب اسلامی ایران و یکی از شهرستان‌های بزرگ و پرجمعیت استان پهناور سیستان و بلوچستان هست با قریب به 250,000 نفر جمعیت. خود شهر ایرانشهر هم با 145,000 نفر جمعیتی که از کلانشهرهای استان سیستان و بلوچستان محسوب میشه. 102 روستا داریم بالای 20 خانوار که از این تعداد روستا 98 روستا دارای شورای اسلامی هستند و 83 روستا هم دارای دهیاری هستند و به عبارت ایرانشهر در یک موقعیت حایل بین شهرستان‌های متعددی قرار گرفته که میتونم بگم که نقش محوری و مرکزی رو ایفا میکنه از این حیث که در یک شعاع معین شهرستان‌هایی مثل دلگان، لاشار، سرباز، راسک، مهرستان و حتی شهرستان‌های جنوبی استان کرمان شعاعی و اقماری از شهرستان ایرانشهر رو تشکیل میدن که در واقع موقعیت جغرافیایی ایرانشهر رو از این حیث و از حیث تبدیل اون به یک ظرفیت قطبی در بخش‌های مختلف وزن و شأن ایرانشهر رو در واقع به نوعی متمایز کرده. چقدر وسعت داره کلا؟ وسعت ایرانشهر 16,000 کیلومتر مربع هست که جا داره اینجا اشاره داشته باشم بالغ بر 11,000 کیلومتر مربعش مربوط به بخش تابع بزمانه که ان شاءالله در جای خودش اشاره خواهد شد. یکی از بخش‌های پرظرفیت به ویژه در حوزه معادن که واقعا در سطح کشور از این حیث حرف برای گفتن و در آینده ان شاءالله نقش عملی داره برای عرض اندام. جناب فرماندار، یکی از ظرفیت‌های خیلی خیلی مهم در ایرانشهر نیروی انسانی هست. نیروی انسانی هم تحصیل کرده، هم مجرب و هم نیروی کار در خیلی قوی. در حوزه نیروی انسانی توضیحاتی بدید. میتونم از منابع غنی و قوی انسانی ایرانشهر به عنوان روح پرتراوت و خون گرم داخل کالبد و رگ‌های شهرستان ایرانشهر تعبیر بکنم. واقعا ایرانشهر بهترین، توانمندترین، نخبه‌ترین و باسوادترین منابع انسانی رو در دل خودش جا داده. ایرانشهر رو در واقع ازش به عنوان شهر فرهیختگان و شهر دانشگاه‌ها یاد میشه. ما همین که امروز ایرانشهر در واقع شاهد یک رونق هست در حوزه فعالیت دانشگاه‌های بزرگ مثل دانشگاه ولایت، دانشگاه محوری جنوب استان سیستان و بلوچستان، دانشگاه آزاد اسلامی با تعداد قابل ملاحظه‌ای دانشجو، دانشگاه پیام‌نور یکی از دانشگاه‌های بزرگ پیام‌نور سطح استان سیستان و بلوچستان، دو تا دانشگاه پر رونق و فعال جامعه علمی و کاربردی و دانشگاه فرهنگیان که از بالغ بر 10 شهرستان استان سیستان و بلوچستان و اگر دقیق‌تر بگم 17 شهرستان به نظرم در واقع دانشجو داره. البته تاکید بکنم که نمایندگی دانشگاه فرهنگیان ایرانشهر. این نشون میده که ایرانشهر مسیر توسعه خودش رو از طریق عبور از دالان آموزش و آموزش عالی انتخاب کرده و امروز ایرانشهر شاهد حضور و بروز و ظهور و استخراج برترین و بهترین منابع انسانی تحصیل کرده و دانش آموخته در سطح استان سیستان و بلوچستان هست که به جرات میگم همه این مباحثی که مطرح شد در مصاحبه امروز جناب عالی با بنده، همه اینها ابزار و اهرم اجراییش و عملیاتیش در گام اول همین منابع انسانی قوی و غنی هستند که ایرانشهر در دل خودش جای داده و میتونم من از این منابع ارزشمند دانشگاهی در حوزه‌های اداری، آموزش و پرورش، بخش صنایع و معادن، تولید و سرمایه گذاری و کشاورزی و دامداری در همه حیط‌ها و حوزه‌ها به عنوان کارگردانان توسعه آینده ایرانشهر و اعتماد به نفس و قوت قلب عمومی این منطقه